این همه لدین. بهاری آرزویم نرو از من نرو گلی خوش رنگ. یک وقت شنیدم که کتاب شما با حروف سیریلیک باید نشر بشود و چی ماجرای میانی سیراج شما سر زد؟ آران جان با ما زنگ میزنه میگه سیراج تو در کجایی؟ میگم من در شهر. و گفت که آخه نباشه من رفتم مصلحت کردگیم. ما حالا که رفتگی مصلحت کردیم 500 عدد باید کتاب چاپ شود. طلوع آفتاب ها طلوع آفتاب همین خیلی یک نام کتاب مونده. ما بعد رفتیم همه رو مصلحت کردیم. ما حتی مبلغش هم مصلحت کردیم. این بیخبر های این پیش گهستین سایت تجهیزات دا همونجا دا من از زنگ میزنم میگه سیراج تو بفکرم کتاب من چاپ کردنی نیستی خیلی کردنی نباشه بگو ما که از منیجر ما یک کتاب چاپ کرده بود تصویر تراوت بود چی بود یکی چاپ کرده بود تراوت اول منیجر چاپ کرده آبستن غروب من نباشه نامش گذاشتگیم مصلحت های همش کردگیم جنگ کردین این کس قریب جنگ آمدیم اومدم تو چیر دیزی بسری تو کتاب چاپ شد با این کس بخبر که ما مصلحت کردگیم ما مصلحت پختگیم همه را ما حل کردگیم این کس بخبر این نمیدونم برای کدام نه نه گروه دیگه هم انتظار بودن که میخواستن کتاب زیاد نمیخواستم چاپ کنم. یک گروه دیگه هم از دوستا بودن که اونا باید کتاب چاپ میکردن. من دیگه نداشتم چی چاپ میکردم. اما قبول که چاپ میکرد من گفتم نمیکنی چاپ که اونا رو بتم چون دو جای نمیشه چاپ کنی یک کتاب نیم باز یا وقت کل کار خلاص کردم. من اصلا همین خنوگ بنوگ همین اومد راست ببخش ما را لیکن همین دوستی به همین چیزا زیر نداره آخه باید باشه. نه پیش شمس تبریزی یک کسی اومد دو نفر گفتم ما یک دوستای خوب هستیم 46 سال با هم دوست هستیم هیچ جنگ نکردیم. شمس گفته شما منافق بودین. اگر شما منافق نبودین حتما جنگ میکردین. درست گفته است. بله. درود عزیزانم به حرف های من گوش بدهید. قصه خیلی جالب است. تقریباً 25-30 سال پیش در خیابان‌های شهرمان یک شاعر قدم می‌زد و با قدم زدن‌هایش شهر را، خیابان‌ها را، کوچه‌ها را پر از ترانه می‌کرد. ترانه‌هایش را شما شنیده اید، دوست داشته اید و می‌دانید که یکی از آنها این است: سیراج‌الدین خوانده کشتی الفت دوچار بیابی است از ره ابرو رودخانه بیا، یا چی میشد عزیزم یک شب نزدم آیی آیی که منیژه سرود است، یا صدرالدین عزیز امشب که لبم با لب تو لب به لب افتاد، این، یا ذکری الله حکیموف دیدم که تو با یاری دیگر یار شدی نگار جان. این فقط نمونه چندی از شاهکاری های زیبای او بود که اینجا ماند و رفت. وقتی که رفت گفتن کانادا رفته است. با تأسف زیاد همیشه حرف می زدم و می گفتم که چرا من او را هنگام اینجا بودنش ندیدم، صحبت نکردم باهاش و فکر میکردم که شاید دیگر ما در زندگی اصلا وا نخوریم. اما نقشه ها و اندیشه های ما دیگر است، نقشه های بالا دیگر است. همین طور چند روز پیش سیراج‌الدین عزیز، سراینده بسیار ممتاز و عزیزی ما، به من زنگ زد و گفت که هارون آمد. خیلی شاد شدم. سپاس گفتم با سیراج‌الدین و با کمک سیراج‌الدین آشنا شدم از نزدیک با هارون جان. هارون حالا بعد از تقریبا 15 سال باز دوباره مهمانی تاجیکستان مهمانی ما و شماست. سلام علیکم. درود، سلام سبز خدمت شما عزیزان، خدمت بیننده های گرانمایه که ما را همین لحظه تماشا دارن و یک سلام عمیق از ژرفای قلب به تمام تاجیکستان مقدس من. سلام به همه هوادارانی که ما چند خیال میکنم که یک سال هم نگذشت. بله. یک سال هم نگذشت، اینا باز دوباره روبروی همدیگر شدیم با خوشبختانه با برادر بسیار گرامی قدرمان، شاعری که محصولش پی هم است.
برنامه ما خیلی جالب خواهد شد، زیرا اینجا آکاردیون است، شاعر هست، آوازخوان هست و روزنامه‌نگار هست. این یک. دوم، اولا میخواهم از سیراج الدین بپرسم راجع به کارهای هارون که از خواننده های ما با چند کس همکاری داشت، چگونه کارها بودند، یک معلومات مختصر که بیننده ها با هارون جان آشنایی پیدا کنند. تشکر زیاد. هارون جان خیال میکنم که یک 20 سال، من وقتی میگم هارون جان که ما 20 سال زیاد شد با هم دیگر دوستیم، هارون میگه که زیادتر. این هم از صمیمیت است. خیال میکنم ما خیلی طولانی دوستی داریم، همکاری داریم. وقتی که ما سال 2005 یک آلبوم آماده میکردیم با نام نبض دل، همون آلبوم ما قریب یک 80% فقط از ایجادی هارون جان بود. ترانه وقتی رفتی از بری من، کشتی الفت دچار بی آبی است، بهار آرزویم، بیا یار جان وفا کن، نگو دل جان بادا فدایت، مادرم مادری خوبم. با زندگی ببینید که با در همینجا نبودنش زندگی این فقط برای سیراج الدین. همین گونه 7-8 زیاده از 10 ترانه‌ای برای هر یک خواننده ما هارون جان انشا کرده است. برای منیژه دولت و صدرالدین شبنم ذکری الله حکیم، بهرام غفوری، سراب محمود و سروش محمود. برای همین گفتم که شهر را ترانه ریز کرد و رفت و میدونم که خیلی ها می روند، ولی وقتی که شاعر می رود من فکر می کنم که شاعر با رفتن خود یک دنیا کلام، یک دنیا سلام، یک دنیا تغزل را با خود می برد. و اوایل سالهای 90 نه اواخر سالهای 90 و اوایل سالهای 2000 خیال میکنم که هارون جان به تاجیکستان آمد. میخوام که قصه به تاجیکستان آمدنش را از ابتدا یک در میان بگذارد. قصه تاجیکستان آمدن این رقم بود که در یک تفریح یک ماه پدر ما و مادر ما و خواهرایم آمدن تاجیکستان و من اونجا سرباز بودم، عسکر بودم در افغانستان. بله. کدام شهر؟ در مزار شریف. ما اصلا در کابل تولد شدیم و بزرگ شدیم، اما دوره عسکری ما و زندگی خانواده ما دمو شرایطی که می آمدن در مزار شریف بود. وقتی اینا اینجا آمدن رژیم افغانستان امو شب و روز تغییر خورد. یعنی وقت حکومت دکتر نجیب الله بود و به دست مجاهدین افتاد و ما تلفن کردم به پدرم که شما نبیاین که وضعیت خوب نیست. مجاهدین با گفته اونا آمدن و وضعیت بسیار ناخوب شد و ما هم باید طرف می آمدم. و ما پدر و مادر گفتیم که شما بر نگردین دیگه، اینجا شرایط معلوم نیست که چی میکنن، چون پدر ما در حکومت سابق کار میکرد، ما هیچ نمیفهمیدیم که اینا چی میکنن. ما بالاخره با بسیار مشکلات پدرم آمد تنها پشت ما ویزا گرفتیم و بسیار با دشواری ها ما تانستم که تاجیکستان بیایم. ما یک وقت یک قلمرو بزرگ و یک امپراتوری بزرگ داشت ملیت و ملت ما و شما در گذشته ها، فارس ها تمام از ایران و ویج گرفته تا همین بسیار وقت امپراتوری خیلی وسیع داشتیم. امروز به نام امی ملیت تاجیک در سراسر کره زمین یک جای برابر پشت ناخون به نام ما هست که تاجیکستان، که تاجیک است که ما هم تاجیک هستیم. هرچند ما در اینجا تولد نشدیم اما پیوند عاطفی با تاجیکستان دارم و هنگامی که در اینجا سرزمین آمدم، چون ما از سن بسیار 9 سالگی بسیار علاقه داشتم که گویا بنویسم، شعر گفتن نمیتونم اما به نام شعر چیزایی می نوشتم. وقتی تاجیکستان آمدم او خوابهای کودکانه و اینا همش تحقق پیدا کردن. ما بسیار زیاد دلگرمی اینجا داشتم. ما میتونستیم در اون شرایط بریم مسکو، چون اکثرت دوستا و خانواده اونجا رفتن، اما هم پدرم اینجا را دوست داشتم، مادرم. اما ما ماندیم تاجیکستان به یک مدت البته طولانی ماندیم. مادر و اینا در سال این یک چند ماه پیشتر از ما آمدن، همیشه بود 1999 را در نظر بگیریم آمدیم. من تا 2006 در اینجا ماندم و در اینجا حل شدم و ما تاجیکستان یک ذره هم از وطن خود کمتر نه حس میکنم نه کمتر دوست دارم. هارون جان چرا از تاجیکستان رفتید؟ این پرسش شما یک پاسخ خوب داره. تصادفاً همین 3 شب پیشتر در خانه یکی از شاعرای خوب تاجیکستان محمد علی نورعلی مهمان بودیم و یکی از شاعران دیگر همین پرسش شما را با اندک جدیت و قهر پرسان کرد که سلیم ختلانی که خودت که بیرون هارش میفهمیدی که زندگی چگونه است، چرا تاجیکستان رو ترک کردی؟
دوستان همه دوستای نزدیک آگاه هستن. حتی در کتابی که من چاپ کردم پیش از رفتنم در اینجا در آخر از اون یاد شده که من نمیفهم لازم است این گپا رو در اینجا بگویم. لازم است. حتی هر باره که چون در اینجا وقت تلویزیون سفینه هم نبود، یک تلویزیون ملی بود و هر برنامه‌ای که میشد من در اونجا می آمدم صحبت میکردم. اکثریت مردم به عنوان می شاعر میشناختن. از همین در پیش سوم اونجا یک تحکاوی میگم یا پدول میگن رهگذر است. زیر زمین. بله، هر بار که زیر زمین میگذاشتم دزدها نه پلیس ها مرا استاد میکردن شاعر بیا. من میمان میداشتم، دوستم میبود، آشنام میبود، شاعر بیا یا بشی بخوان به ما یک شعر. خب این خب گپ بد نیست، اما اگر من میگفتم که ولی من میمان دارم، قهر میکردن، دشنام میدادن، از دست میگرفتن میبردن چند ساعت محکم میکردن. اگر یک روز میکردن عیب نداشت، اما این بسیار تکرار میشد. مثلا من در هفته 7 روز اگر در شهر میبودم 5 روز از این حتما در امرای پلیسا در اونجا میبودم، یا براشون باید شعر میخواندم یا هر دهلی که وال میدادن باید من میرقصیدم. شما رو زندان میکردن؟ میبردن چند ساعت در اونجا میشاندن در دلین خودشون، البته زندان نی اونجا میشاندن باز یا یک چیزی اگر در دست من میدادم یا در غیر از او باز چند ساعت بعد رها میکردن یا در پیش سوم نگاه میکردن بالای من استاد میشدن بشین اینجا مردم تیر میشد. یا مهمانایی که مثلا آمده پیش من اونا شاید یک اسناد داشتن، ما اسناد گریزه داشتیم. اون بسیار خسته میشدم. من چند بار با استاد گلرخسار رو میگپ زدم، بسیار خسته شدم دیگه. من نمیخواستم تاجیکستان رو ترک میکنم، مجبوریت بود، اما وقت شرایط تو بود. اما خوش بسیار من ببخشید که پیشتر شاید دیگه میدونم وقتی حالی آمدم بعد از 15 سال من روابط انسان ها رو میبینم، نابسته که تکنولوژی چقدر تغییر کرده، معماری چقدر زیبا شده، گذشته از اینا روابط انسان ها چقدر انسانی و مهربانانه است. من در تاکسی میشینم که مردم گپ میزنم، یک واژه از واژه های 15 سال پیش نمیشنوم. تمامش مهر است، محبت است، صمیمیت است. و من نمیفهم، من آدم سیاسی هستم، نه آدمی هستم که از کس تعریف کنم. من از تمام حکومتی ها و جناب عالی بسیار سپاسگزار هستم که امروز یک شرایط در 15 سال بسیار وقت کم است برای ایتو یک تغییر که تمام سراسر کشور به جای واژه های دشنام و تحقیر به مهربانی و محبت تبدیل شوند. خیلی خیلی در تمام کره زمین جای دوم بگیره تاجیکستان در امنیت، این بیخی قابل باور نیست. و واقعا به کسانی که در این راستا در تاجیکستان خدمت کردن و جناب عالی و تمام تیمشان، این واقعا یک سحرآمیز است، یک کار جادوگرانه کردن. هارون جان، اگر ژرف برویم به تتبع و پژوهش، شما تاجیکید، اینجا آمدید، پیوندان خود را نجستید؟ پیوندانی که شاید 100 سال پیش، 150 سال پیش اینجا بودند. من چون پدرم از رستاق است، تخار و پیوندها در تخار و فرخار اینا بسیار پیوند دارن، اما من یک آدرس نداشتم. مثلا بسیاری دوستایی را میشناسم که اینجا آمدن. پدر بزرگاتون نمیگفتند که؟ البته میگفتند که ما در اون طرف هم داریم. من بیشتر پیش من یک سند و آدرس نبود که جستجو میکردم، اما کسانی که داشتن پیدا کردن. یک از مثلا یک کس به نام یک انسان بسیار ارزشمند به نام بشیر بغلانی بود که 2 سال پیشتر فوت کرد. اونا باز در کلاب یافتن، خش تبارشان یافتن و رفت آمد. بسیاری ها یافتن در بدخشان، در پامیر، در این طرف اون طرف. ما و شما یک مرسوم بودیم، فقط این مرزهای سیاسی ما و شما را از هم جدا کردن. بله. حالا همو اشکاشمی کی طرف دارین اونجا هم دارین، او شغنانی طرف دارین، طرف بدخشانی، تمام. و همین لحظه که ما و شما با هم صحبت میکنیم هیچ نوع ترجمانی لازم نیست. ما اشتراکات نداریم. ولی خب این مرزها، من از هیچ کس آزرده نیستم، هیچ کس هم ملامت نمیکنم. او وقت شرایط همین بود. او وقت تنها در مقابل من نبود، در مقابل اکثریت حتی شاید خود تاجیکای عزیزم در اینجا رنج میبردن از او حالتی که بود. اما خوش هستم که امروز شرایط خیلی خوب است و مساعد است. هارون جان، زمانی که تاجیکستان آمدین شما در اواخر سال 90 و اوایل 2000 عروسی کرده بودید؟ خانم داشتید؟ من در اینجا عروسی کردم. در تاجیکستان عروسی کردم؟ در تاجیکستان عروسی کردم. با کی؟ یک دختر بسیار زیبای بدخشانی بود. ما زندگی ساختیم و 2 فرزند نتیجه او زندگی ما است هنوز هم. اما کجاستن اونا؟ اونا در اینجا ماندن. بعض حرفایی شد که اونا زندگی ما برهم خورد. من بسیار خواهش کردم که بیاین، اگر قطعا زندگی هم نمیکنین اما کانادا بریم باشین در اونجا که فرزندام حداقل، چون اون وقت شرایط در اینجا قسمی بود که بسیار خوب نبود و من میخواستم که فرزندام نزدیک من باشن اونجا. من تمام
کارهایشان جور کردم، اونا نامدن اینجا. با فرزنده رابطه هست؟ امیال یک ببخشید که کدام یک عایده میگیرن از شما؟ یک تکمیل کنم میگه وقتی اینا جدا شدن از ما اینجا بودن، ما گفتم خیلی اگر کانادا نمیاین ما شما را از تاجیکستان میگم، شرایط خوب نبود، با او قبول کردن و ما بسیار مصرف کردم تا اینا رو رسوندم تا سویدن، زندگیشون تأمین شد، کل کارهایشون تأمین شد. در سویدن که یا زندگیشون تأمین شد، تمامشون زندگی درست شد. بعد از او باز ما خواستم که زندگی دوباره خود آغاز کنم. دوباره ازدواج کردم؟ بله. با کی؟ همسر ما یکی از شاعرای شیرین کلام و توانای زبان پارسی است از بدخشان افغانستان، نیلوفر ظهوری را، اون دختر استاد ظهورالله ظهوری است. کتاب شعرشان هم چاپ شده، شاعر بسیار خوب هم هستن. تصادفاً دمی سفرم با ما دمی خانم نیلوفر تاجیکستان یک جای هستند. بله درود میفرستیم با خانم نیلوفر. سپاس با نیلوفر که این شاعر را نگهبانی میکند. خود اونا هم شاعر است، ما هم اونا را نگهبانی میکنم. خب دو شاعر همدیگر را نگهبانی میکنند. جنگ ما جنگ شعر است. جنگ شعر است. بله. جنگ کلام، جنگ غزل. بله. در تاجیکستان یک وقت کی میگفتن دست بالاست؟ ما همیشه تسلیم هستیم. میگه ما خود افتادگان مسکینیم، حاجت کارد برکشیدن نیست. ما همیشه دست ما پایین است. گویند که هر چیز به هنگام بود خوش، ای عشق چی چیزی که خوشی در همه هنگام. عشق یک زیبایی داره که وقتی در یک مبارزه جانب مقابل معشوقتان است، شما در باختن بیشتر کوشش میکنین تا بردن. از زندگی با نیلوفر چند فرزند به دنیا آمد؟ ما و نیلوفر جان تصمیم گرفتیم که برای زندگی که با هم میسازیم این بار فرزندای ما فرزندای بیولوژی نباشه، فرزندای معنوی باشه. و ما چند صد فرزند داریم که شعرهای ماست که با هم دیگه سرودیم و فرزندای ما تنها شعرهای ماست. اما تو خواستیم، چون من هم از زندگی قبلی فرزند داشتم و نیلوفر جان هم زندگی قبلی داشت از او فرزند داشت، گفتیم او رو تجربه کردیم، بیا فرزندهای بیولوژی رو تجربه کردیم، بیا فرزندهای معنوی و ادبی رو تجربه کنیم. و از این بسیار راضی هستیم. یعنی فقط برای خودتان زندگی میکنید و حق دارید؟ برای خود ما یا برای نمیفهم. من فکر میکنم شاعر وقتی میخواد زندگی کنه از خودش کده به شعر و به ادبیات بیشتر داده شده. بنان گفته نمیشه برای خود ما، شاید برای ادبیات یا برای شعر یا برای هنر میخوایم زندگی کنیم. در تاجیکستان شما زندگی میکنید، در او کشورها شما زندگی را پیش میبرید. در تاجیکستان شما من حیث یک انسان آزاد زندگی میکنید. در کشورهای اروپایی و غربی شما باید مثل یک پرزه ماشین کار کنین، بیاین در ماشین بفتین، کارتان نکنین، شب بیاین پس در خانه خسته و زله صبح برین. یک وقت در اونجا بردهداری بود، برده ها را در خانه قلف میکردن، اگر بیرون هم میرفتن یک سند برشان میدادن که داروغه یا پلیس نگیرشانه، در خانه نانشان میدادن، آبشان میدادن، کار خود بالای ازدار میکردن. در تمام غرب. امروز بعد از اینکه قیام های صورت گرفت و قیام های کارگری و بردهداری از هم رفت، امروز فضا جو زندگی را قسم جور کردن که شما به خاطر زندگی کردن ناگزیر هستین که برده باشین به دیگر شکل. و شما اونجا که میرین، ما اول تصور میکردیم که چقدر کشورهای انسان دوست هستن، هیومانیسم، انسانگرایی چقدر خوب است، انسان ها را میارن اینجا میبرن در اونجا زندگی میتن برشان. وقتی که اونجا رفتیم زندگی کردیم دیدیم که گپ بازار صابر بسیار راست بود. وقتی بازار صابر در اینجا آمد، محمد علی نورعلی مرا خواست که باید با بازار صابر ببینم و ما با بازار صابر دیدیم. و هر باره که بازار صابر می آمد از امریکا بیشتر میخواست که من همراهش باشم در هر جای نشست. در یکی از نشست ها یک کس نام او آدم نمیگیرم، او اکنون در زندان است، از بازار صابر پرسان کرد که شما یک وقت مجسمه لنین انداخته بودین، به جایش حال باز فردوسی را ماندین، باز به جایش اسماعیل سامانی را مانده بودن. بازار صابر حرفایی زد که من جرئت نمیکنم در اینجا بگویم. زید سعید بود؟ کامل زاده بود، آقای کامل زاده. آقای کامل زاده که حالا زندانی است. بله، اون رو من اینجا خبر شدم. بازار صابر گپ‌هایی که او زد من جرئت نمیکنم بزنم، اما به قدر گفت که من به جای لنین فردوسی و سامانی و نمیمونم، این قدر خدمتی که به کارگر و به بشریت اینا کردن هیچ کس نکرده. یک گپش اونجا که رفتم، البته با این پیمانه که اونا گفتن من نمیگم، اما میگم واقعا اینا خدمت کرده بودن. چرا در غرب خصوصا کانادا، آمریکا، بزرگترین دغدغه‌ای که شما برای زندگی کردن دارین جای زیست از خانه است. شما تمام زندگی 35-40 سال زندگیتون باید
مثل یک ایوان کارگر کار کنین که شما او خانه از شما شد بعد 40 سال بعد او خانه باز از شما میشه. اما ما تا جایی که یادم است در خود افغانستانی که امی وقتی آمده بودن امو سیستم تعقیب میکردن یا در که روسیه یا در کشورها شما در هر جایی که کار میکردین امو محل کار شما به شما خانه رو مساعد میکرد، خانه رو مجانی شما داشتین. اون خانه رو هر جایی که شما کار میکردین اون جای بر شما خانه میداد، تنها شما برای غذا کار میکردین، در اون جای رقم نیست. هارون الان در اون کشوری که شما زندگی میکنید احساس برده بودن شما رو فرا میگیره؟ بله این احساس او داره. چند سال است که زندگی میکنید من از اون وقتی که اینجا رفتم 18 سال پیش رفتم. خب در 2-3 سال اول میرفتم و میآمدم چون بله ببینید 18 سال بله. 18 سال با احساس بردگی زندگی میکنید. چرا اونجا رو ترک نمیکنین و پس بگردین به افغانستان که آزاد باشین؟ شما در افغانستان تصور میکنین حال زندگی هست؟ میشه که در افغانستان در قیبوبیت طالبان زندگی کرد یا پیش از طالبان هم تصور میکنین؟ فکر نمیکنم که این آزادی که میان طالبان هست و به فکر شما و بردگی که در اروپا هست هر دو این رو برای انتخاب پیش شما بگذارید. خود او بردگی اقلا زنده خو میمونیم، در اونجا اقلا زندگی خو میکنیم. اون بردگی خوش است یا این بردگی؟ اینجا بردگی نیست. اینجا شاید که با کارنامه‌ای که ما در راستای روشنگری داریم زمینه زندگی ولی هارون ببینید مثلا من تسلیم میشوم اقرار میکنم پیش حرف شما اگر در بردگی که خیلی سخت و سنگین است انسان 1 سال یا 2 سال ماکسیموم 5 سال به سر ببرد، اما 18 سال در بردگی زندگی کردن باور نکردنی است که هم برده باشید و هم طاقت کنید و با تحمل بیاید اینجا حرف بزنید که 18 سال من برده‌ام. بله برده به این چی مفهوم ما و شما بیشتر روی واژه ها نماد بازی میکنیم، بر نماد کار میکنیم. او بردی که مثلا در گردنشان رسمان من انداختن یا بسته میکنن در خانه‌شان گفتم او بردگی نیست. به هر صورت جو زندگی قسم است که شما مثلا سعی کنین، من تو میگم براتون شما برای زندگی تفریح بیشتر نیاز دارین. کار میکنین، شما اینجا یک مثال بتم، شما کار میکنین که زندگی کنین، در اونجا شما زندگی میکنین که کار کنین، تفاوتش نیست. اینجا شما کار میکنین که زندگی کنین، اونجا شما زندگی میکنین که کار کنین. به خاطر که جو زندگی را قسم ساختن اونجا اونطور نیست که شما را اسارت داشته باشین. اسارت نیست، آزادیتان دارین. اما اگر میخواین که شما یک خانه داشته باشین، زندگیتان بسازین، 40 سال باید 35 سال کار کنین. گفت که در اسارت کار عین گپ، این میگه دقیق است. در اسارت کار به این معنی که شما خوبترین لحظه های زندگی تانه که حداقل از او باید اندک لذت هم ببرین. شما می بود لذت یک اندازه کم است، بیشتر کاره. ایتوست مثلا اگه ایتو باشه که کار 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 تفریح تفریح، اونجا ایتوست که کار 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 تفریح. پس اینجا ما حرف یا با اصطلاح توجه که گپ 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 ولی حالا سرود. یک ترانه می سرایم. بسیار خوب بسیار خوب. با اجازه شما خواهش میکنم قربانت. کشتی الفت. با پیش ازی که بعد از ترانه من درباره یک صحبت دارم. آهنگ سراج الدین فاضل، شعر هارون راون. کشتی الفت چاری بیابیست، از راه ابر رودخانه بیا. عمری گلهای دهر چندانست، بلبل خیز و عاشقانه بیا. به تو بیماری بستری مرگم، زی ترحم به این بهانه بیا. به تو بیماری بستری مرگم، زی ترحم به این بهانه بیا. زی ترحم به این بهانه بیا، زی ترحم به این بهانه بیا. وقتی آیی که زیر خاک شوم، زی غم دوریت هلاک شوم. وقتی آیی که زیر خاک شوم،
زی غم دوریت هلاک شوم آه دلگیرم و نمیایی وای میمیرم و نمیایی آه دلگیرم و نمیایی وای میمیرم و نمیایی وای میمیرم و نمیایی وای میمیرم و نمیایی به تو آوای رودخانه خموش خشک و به نغمه خنجره ها از سروری دوام تاریکی جشن دارند خیل شب پره ها پرده های زخین این ظلمت بسته امواج سبز خنجره ها پرده های زخین این ظلمت بسته امواج سبز خنجره ها بسته امواج سبز خنجره ها بسته امواج سبز خنجره ها وقتی آیی که زیر خود شوم زی غم دوریت هلاک شوم وقتی آیی که زیر خود شوم زی غم دوریت هلاک شوم آه دلگیرم و نمیایی وای میمیرم و نمیایی آه دلگیرم و نمیایی وای میمیرم و نمیایی وای میمیرم و نمیایی وای میمیرم و نمیایی وای میمیرم و نمیایی واه واو واو براو واه واه صد آفرین. من بسیار ممنونم از سیراج الدین، بسیار ممنونم از برادر عزیزم که این لحظات خیلی بشایبه، لحظات جان بخش روح نواز را برای ما تقدیم کرد. هارون جان گفتید که راجع به این ترانه چیزی حرفی هست؟ این تقریبا 20 سال زیادتر از عمر این ترانه. یک روز در تورنتو شیشته بودم، شاید 10 سال پیشتر، کمتر از 10 سال، کمتر از 10 سال، 8 سال پیشتر یا 7 سال 8 سال پیشتر، در برنامه صدای افغانستان یک برنامه بود که یک گروه بود، قیس الفت جوری و گروه بود که یک پسر، نام و پسر نمیخوایم بگیرم اخلاقا، این خواند، گفتی آهنگ از ما است. این جوان تصور کرده بود که آهنگ تاجیکی هست، هنرمند تاجیکستانی خوانده، دیگه کس نمیفهمه، او را به نام خودش قلمداد میکرد. کدام جوان اسمش؟ ما گفتم اخلاقا اگر اسمش چون هنرمند است نمیخوایم که اخلاقا نمیخوایم اسمش بگیرم، اما معلوم است کل اگه میفهمن. باز به قیس تلفن کردم، گفتم این آهنگ ویدیوش هم تصادفاً ویدیو هم در در یوتیوب هست و یک کمی که با تمپوی بلند خوانده شده بود، او یک ذره او را آستار ساخته بود. باز برای قیس که گفتم، قیس یعنی فهمیدن که آهنگ از سراج الدین جان است و شعر ما سرودیم و آهنگش هم از جواد بود، از خودتان بود؟ جواد خطی ما همکاری کردن. ما همکاری کردیم، ملودی و همین چیزا مثلا باز این برای او جوان هم خوب واقع نشد، چون در اینترنت گپ زیاد تکرار شد و همه فهمیدن که او اشتباه کرده بود و او به خاطر که او آدم فهمید که اشتباه کرده، من نمیخوایم که نامش اینجا بگیرم، فهمید. اما در افغانستان کمتر هنرمنده از، خصوصا از جوانا، که این آهنگ نخوانده باشه. به مو خاطر من از سراج الدین خواهش کردم که اگر امکان داره امی آهنگ در مانند تا آرامتر یک ثبت دوباره کنه و به من تقدیم کنه که من نشرش کنم که همه بفهمن که سرچشمه ای آهنگ از کجا شد. در حقیقت ما در خانه هارون جان وقتی که با هم دیگر شدیم، ما بودم، جواد کریمی بود و هارون جان همکاری کردیم. بعد ما قطعه شادروان صاحب خران نازیمو شدیم، بعد ملودی ساختیم و بعد همین بندوبست کردیم. خلاصه همکاری خوب داشتیم.
اول اینا میگن که در اون افغانستان اینا هیچ کس به نام دیگه کس کمک تغییر دادن یگان جایش پیش کس دیگه بردن تغییر دادن و او را به نام خود ثبت کردن دیگه. به او خاطر اما وقت اگر یک آهنگ یک بازخوانی خوبتر دیگه با سراج جان داشته باشه او را میتونیم ان شاء الله از ما را وای کردیم با جورابک مصلحت کردیم خدا خواهد تنظیم نو میکنیم. زمان اندیشه دزدی است. همه چیزی رو که میشود دزدیده میدزدند این شب روز. ولی به هر صورت اولو میخوام درباره آشناییتون حرف بزنید که چطور شناس شدید با هم. یک ابراهیم تتلیسیس یک آهنگ داشت عید سایله اونو خواننده ترک بله که آهنگ بازخوانی کردن به ای سرزمین من او را به دل خودم در مسکو بودم به دل خودم یک چیز ساختم. من همیشه آهنگا را برای هنرمندانی به خودم می ساختم. این را برای جواد کریمی دادم، جواد این را برای صدرالدین داد. صدرالدین که آهنگ خواند گفتن از کیست؟ نه مرا گفتن و اساسا دوستا و هنرمندا مرا پیدا کردن. سراج جان، منیژه و اینا صدرالدین بیشتر اولین کارا رو امروز اینا کردم. اینا پیدا کردن مرا و دیگه همکاری جریان داشت. امروز همون وقتی چی یادم نمیره که وقتی منیژه ما در 102 بودیم در خانه می اومد همون دهلیز و بیرون کلش پر میشد از این بچه‌ها یا که منیژه آمده و بسیار مشکلات بازی پس میتونست برای و پس بره. اکثرا می اومدن پیش ما خانه. باز وقتی رابطه ما و سراج جان تامین شد دیگه باز بیشتر سراج جان یک جای داشت، ما و جواد کریمی میرفتیم پیش سراج جان تا شب اونجا میموندیم تا وقتای شب. در درون سراج الدین فاضل یک انسان بسیار ارزشمند و قابل قدر زندگی میکنه. تشکر زیاد. و به او خاطر من رابطه خود تا امروز با سراج قطع نکردم و دوستی ما فراتر رفت و از برادری هم فراتر رفت و من سراج جان بی نهایت دوست دارم و هیچگاه رابطه ما قطع نخواهد شد. بیا یار جان وفا کن وفا و مهربانی که دنیا بگذرد زود نمیماند جوانی. هارون جان دلانه میگین شما؟ ما هم دلانه میگیم، ما هیچ نداریم از این. ندارین؟ نه. بشین خداکی سوال به چی؟ این خیال میکنم که در طرف درای سالنگ باید باشد. باید باشه ولی ما نمیفهم. دلانه هستین. نه با ایرانی‌ها همین گل برید. ایرانی‌ها همین را دارن کلانتر ای وایان این قدری کلان ای این میرنگ دلانه ای وایان. لیکن خیال میکنم دلانه ما با دلانه بهترینه. گفتن بودی طبیعی است نه؟ بیشتر در همون باغ لکماتیف میشیشتین نه؟ ما اونجا جای همون وای ما بده همین باشیشگاهی همین مقیمی همه هنرمندا و خدا باور که همونجا یک جایی فضای خوب بود اما بسیار خنک بود. ما یک روز شمال داشت اونجا. یک شب بسیار یک قصه خوب است، خاطره خوب. ما و جواد کریمی هستیم سر کدام آهنگ کار میکردیم. یک قصه سراج الدین حسابش ناراحت بود که کارش تشکر کدام کارش نشدنی بود، کدام کارش نمیشد که این حسابش ناراحت. ما هم چیزی گفتن نمیتونیم، آل خنک هم خوردیم، ما خو موتور نداشتیم، ماشین نداشتیم که بریم. ما ماندیم تا 3 بجه شب. آخر چی کنیم؟ ما تا صبح ماندیم، رفتیم که سراج الدین هنوزم حسابش ناراحت. گفتیم ما برادر ما کجا چی کنیم؟ آخر گفت که تشکر. آخر گفت که او شما تا 3 بجه شب دارید چی میکنید؟ ما خاطر تو ما کی بود؟ واسه یکی گفتی که نوازنده بود میرزا. ما کی بود؟ گفتیم برساند یارو ما رساند میرزا. میدونید شوای نالیک داشت. او خدا مغفرتش کنه. ما میرزا رو گفتم بگی اینو رو بر بگم هدی ما برو اومدیم اینا 3 بجه تا 3 بجه ما شتیم حسابش خراب. آخر اومدیم گفتیم سراج ما چی کنیم دیگه تا 3 بجه؟ هی شما چی میکنید دیگه تا 6 تا تا 3 بجه شدیم. آخر خیلی ببخشید خدا رو بیچاره را. جواد الان در کجاست؟ جواد کریمی در جرمنی است. دیگه خودم کار نمیکنه، خاموش است. یگان آهنگ میسازه و تمام، خودم کار نمیکنه. یک نوازنده بود وقتی که من در پارک لوکوموتیو کار میکردم، همون وقتا زیاد با ما خوردیم. رستم تلایف نوازنده، رستم تلایف سببگاری شناسایی با هارون جان. اون وقت رستم تلایف خود شما بسیار شناسایی داشتیم. بعد وای کتابی همین هارون جان با من نشان داد، گفت که بهترین شاعر گفت بیا من خودش هم شناسات کنم گفت. و ما وقتی که در پیش خانه نویسنده میبینیم که هارون جان رو در اونجا باخوری میکنیم، همه خیلی آغاز شد، شروع شد شناسایی ما و همکاری ما. اون وقت هارون جان در 102 همونجا یک 4 اتاج بود خانه. خانه بود برای خانه گرفتم. گاه می رفتیم خانه هارون جان مهمان میشدیم، گاه می اومدیم زیادتر در پارک لوکوموتیو با میخوردیم. رحمتی صاحب خیران ناظم بهترین دوست، بسیار
خوشبخت بودیم هم لحظه. جواد کریمی، هارون راعان، صاحب خران نازیم، این ما یک تیم بودیم، ده یک تیم. میشیشته ما شعرش خیلی ایجاد میکرد هارون جان. ما قصه میکردیم یا که میگفتیم که انمی موضوع برای ما لازم است. خیلی که امروز ما وای خاطر رسون کردیم گفتم همین موضوع و شما درباره وحشی و وای سخن کردیم گفتم همین موضوع ما شعر میخوام کو هارون جان به حد یک همین ذهن بروی داشتن که همه موضوع را میدادی در جوش همین 8 مارد نزدیک 6 مارد ما در کاجزاباد وای داریم یک محفل ده مرا دعوت کردگان در پیش ما صاحب خران شتگی شما بودین شما هم بدین یک جای رفته سیمم خیر بعد همه رحمت صاحب گفت که یک سرودی همه کسا کردن در کار گفت ملودیا بکن ما همه جاش ملودیا دل و جان بادا فدایت ولی سخن نیست همه خیلی لالالا کردن سخن هارون جان گرفت سخن‌ها را نوشت باور کنید در دوام 2 روز ما برای 7 نفر شعر ما خواندم صدرالدین نجم‌الدین ذکری‌الله حکیموف شادروان بهرام غفوری سوراب سفرزاد شادروان مهربان روشن فیضعلی فاضلوف بیک وکلاشا کبریا رجبov 8 مارچ خواندید 8 مارچ در برنامه بانوما امیر ما ثبت کردیم بیک وکلا را رضوانگلی ارومچی دخترک اویغور کرد او کبریا خواندگان بهترین لحظه های ایجادی و لحظه های زندگی ما خواننده های به مثل واحد صابری به مانند احسان امان یا سیراج‌الدین فاضل صدرالدین منیژه این زیوانشین شدند و این میدان را گذاشتند و رفتند این خالیگاه پر از چیزهای شد که جای جسم این ترانه ها دردمند است میخواهم از این جایهای دردناک حرف بزنیم درد شناسی بکنیم چرا چنین شد همون لحظه‌ای که ما پیش یادآور میشیم ما یادرس میشیم که ما هم لحظه همکاری خوب داشتیم و سرودای بیشتر ایجاد میکردیم این باعثی افسوسخوری ما یا که افسوس خوردن ما و یا که پشیمانی ما نیست برعکس حاضر بیشتر مسئولیت ما در گردن ما زیادتر شده ما حق نداریم که سراسیمه شویم و به خطایی راه بتیم برای همون وقتی که ما فرصت میتیم برای خودمون فرصت ایجادی این ما برای خودم شخصا من فرصت ایجادی میگم وقتی که ما یک لحظه کنار میرم این معنی رو نداره که من از صحنه دور رفتم یا که من هنر دست کشیدم برعکس چیزایی رو من دست میزنم که درد امروزه مردم ده بسیارتر نزدیک باشه یعنی که همون دوا بخش باشه با ادامه حرفای سراج‌الدین جان من تصور میکنم این درد تنها تاجیکستان نیست این درد افغانستان هست شاید درد جوامع دیگه هم باشه بیشتر من تصور میکنم که آسیب اساسی در سطح ذوق اکثریت مخاطب امروز است ما نمیتونیم که یک گپ کلی بزنیم که همه را در بر بگیره اما اکثریتی که جوان ها هستن سطح ذوقی از یا میتونیم بگیم که ساده پسند شده حتی ساده پسند هم به نظر من یک اندازه کار درست نیست بگیم سست پسند شده به همین خاطر است که هنرمند اصیل و هنر واقعی منزوی میشه بله این زیبا رفت چون سطح ذوق افت میکنه و ناشیانه ها و کسایی که تازه آغاز کردن اونا بیشتر تشویق میشن و اینمی بدبختانه اینمی بلای آفت لایک و ویو اینا ارزش شدن یعنی به این معنا که هر اثری که لایک زیاد گرفت ویو زیاد گرفت این ارزش زیاد داره ولی این ویو ها و این لایک ها رو میتوان ساخت بدون شک و حتی وقتی که میتوان خرید امیر رو که میخرن دوباره پیشکش میکنن ذوق آمدپسند و یک عده جوانا توجهشون بیشتر به اولایی که میگه حتما یک چیز خوب است این آسیب های بسیار عمیق است در هنر ایتالو کالینو در یک کتاب خودش 6 گفتار بر عذاره بعدی یک چیزی است او یک تفکیک قائل میشه البته او برای شعر این تفکیک قائل شده ما و شما این یک عمومیت میتیم به هنر میاریم او میگه که از 2 استعاره استفاده میکنه شعله و کریستال شعر شعله شعر کریستال ما و شما میگیم بیایم میره هنر شعله هنر کریستال او یک تقسیم بندی میکنه میگه شعر شعله یا هنر شعله است که دم روی استیج در میگیره
جامعه ها را در میته، قلب ها را در میته، همه را در میته خاموش و میشه. دم روی استیج خاموش میشه. هنر کریستال میبینین که نور از یک جنایش میخوره، از افت طرفش 7 نور دیگه میآید، از هر طرفش شما یک نور تازه را دیده میتونین. هنر واقعی ای است. البته ما برای هنر هر دوش کار داریم، اما واقعیت هنر و ماندگاری هنر در هنر کریستال است. ولی با تأسف که یک بخش هنر امروزی که شما اشاره کردین حتی از همین هنر شعله هم پایینتر میسته، حتی با آتش زدن هم نمیکشه. دود است. تنها دود است، آتش هم دود نمیکشه. غلیظ. دقیقاً. خوب، گاه کریستال ها نیز مجلا می شوند، جلو می دهند. به مثل این که امروز من از یوتیوب به شما نشان دادم آوازخوانی یک خواننده افغانستانی را، حتی من نشناختم. بله، رضا حسینی. بله صدای بسیار خوب داشت. بله دیدم اونجا صدای بسیار خوب داشت و خوبم خوانده بود و نمیفهم چرا ادامه نداد، یا شاید نو باشه، اما ویدیویی که شما نشان دادین از نو نبود، از گذشته ها بود، یا نمیفهم شاید نو بوده باشه، شاید 5-6 سال قبل. این ده 6 سال اگه او صدایی که شما به من شنواندین، من که با موسیقی بسیار علاقمند هستم و با شعر زیاد سر و کار دارم، من هیچ از او جوان هیچ دیگه آهنگ نشنیدم. یعنی با او صدا اگه او جوان کار میکرد در طول 6 سال حداقل یک دو سه اثر ارزشمند ارائه میکرد. با تولای زیاد سیراج را از این انزوا بیرون کشیدیم. چند سال هم سکوت داشت. نه ایجاد میکردم، لیکن تلاشی همین خیلی دوباره خدمت نشان دادن همین وای نداشتم. ولی در بیرون آوردن سیراج از این انزوا، از این سکوت، هارون جان هم دست دارد، چون که ترانه‌ای که بعد سالهای سکوت سرای سیراج‌الدین ترانه زندگی میگذرد به قلم هارون جان متعلق است. اونجا سراج عزیز به من یک درد سراج بود و ما بیشتر دردهای مشترک داریم. اگر او درد من حس کردن نمیتونستم حس کنم، من نمیتونستم بسرایم. به خاطر شما وقتی من او هم شده با هنرمندایی که یک وقت عادتم بود که نیر یاد نداشتم. هر کسی که صدا میکرد، اما بیدل بزرگ یک شعر داره میگه ما ضعیفان را ملایم تینتی دام بلاست، مشکل است از روی خاکستر گذشتن مور را. امی واژه نیر نمیتونستم بگویم، پس آن را یاد گرفتم و من خاکساری نکن ای خوب در این کیبر سرا، کفش هر جا که روی در پسی در نیست مگر. آفرین. با همین نیر یاد نداشتم و هر کسی که خواهش میکرد من خواهش به زمین نمیماندم، که بسیاری از او فرزندای ادبی من تولد شدن اما یک ساله نشدن، جای به جای فوت کردن، به این معنا که اثر نداشت، چون در هر سطح همراهشون کار میکردم. ولی هم مشغولیت های بسیار زیادی که داشتم و هم دیگه تعیین کردم که یک مرز تعیین بکنم که بیشتر قطعه همگی کار نکنم، که چند چهره کار کنم. و گفتم که بعضی وقت که خواهش میکنن که به این موضوع بسرای، برای شاعر که بگویی به این موضوع بسرای، یک اندازه او مجبور است که یک چیزی را خلق کنه که خودش در او حلول نکنه. بعضی وقت خواهش میکردن که این چیزا بساز و او با ما سازگار نبود، او کارم کردیم. اما وقت سراج جان تقاضا میکرد، او دردای ما هم بود و وقتی که سراج او درد خود حکایت کرد و او را ما حس کردم و او شرایط ما هم بود و همین آهنگ زیبایی که سراج عزیز خوانده این خلق شد. البته در سال پیشتر رو سراج جان خودش خواند که واقعا بسیار دیگه همگیر شده بود و باز در تازه یک ماه هم نمیشه که با هنرمند محلی افغانستان میر مفتون یک جایی خواندن که او آهنگ خودش اصلا آهنگ سراج جان است، سال پیشتر خودش خوانده بود، بازخوانیش با جناب میر مفتون کردن. همین وقتی که انسان در کدام لحظه پیدا میشه و برای ایجادکار یک درد، میگه که ناله رو هر چند میخواهم که پنهان درکشم، دل درونی خانه میگوید که من تنگ آمدم فریاد که من هر چند نمیخواستم که یک کمی دیگه بود برای همین زندگیم کار کنم و وای کنم، لیکن دردم زیاده شد. بعد گفتم که هارون عزیز میدونی من در ای فکر نکرد که من در مسکوم، اولی فکر کرد که من در دوشنبه خیلی پرسان شد این طرف اون طرف. گفتم خدا رو شکر همه خوبه، لیکن برادرت این زمان در غربت های. من در مسکو گفتم در یک حوالی، گفتم در دستم یک ستیله، گفتم سانچیل او یک مردک باید گازون بشنونه، خونهش در خونه کار میکردیم و باید گازون بشنونه، من درون زمین یمو سانچیلو رو میچینم با ستیل برای من علم کدگی دردم کدگی
وقتی که من نقل میکنم هارون جان ای کس همین غزنه محکم دیگه گپ زدن نمیتونم. هارون جان میگم من شنیدی؟ او من شنیدم. گفتم من همه احوال دارم. خلاصه بعد همه خیلی گفتم بعد برای خودم که یک تا بنویس یک چی. بعد همه دو مصرع مولوی را عاقبت خاک شود حسن و جمالی من و تو خوب و بد میگذرد وای به حالی من و تو. گفتم حالی مرا بیایی ببینی. گفتم همه دیری نگذشته بود که هارون جان شعر را در دوامش اینجا کرد. و اینجا من نماد رقص سما. بله بله. این هم به خاطر مولانا است. من در ادبیات همه شاعرای بزرگ دوست دارم، از هر کدام شاگردای همشان هستم، از حافظ بزرگ گرفته تا بیدل و نظامی و همه. اما یک رابطه عجیبی با مولانا دارم. مولانا عشق من است. مولانا حتی عشق به سطح عبادت است. و در رابطه با سراج جان من تاجیکستان بی نهایت دوست دارم. یعنی گفتم یک ذره هم از وطنم کمتر نیست و بسیار دوست دارم و همیشه میخوایم با تاجیکستان رابطه برقرار باشه. و من متاسفانه همگی مصروف زندگی خود هستن. یگانه دستوانه یا جایی که ما تاجیکستان قایم گرفتیم که با تاجیکستان در تماس باشم او سراج الدین است. تشکر، سپاسگزار هستم. در وصف تاجیکستان هم بسیار یک شعر خوب. من راست دیگه کم کم همه خاطره هم اونقدر قوی نیست، پیشتر آوره ضعیف شدگی، لیکن دو جملهش دایدم است. تاجیکستان دوست دارم ای گلستان بلبلستان، ای دلستان دوست دارم تاجیکستان. به کلام هارون جان تعلق داره. اینم در غربت هم یک نشته کرده بودم، متاسفانه پیشم نیست، اما او بندش تکرار میشد. تاجیکستانم تاجیکستانم. در یک جایش بود که از طلای بیغشت پیراهن کردم به دندانم. تاجیکستانم تاجیکستانم یک شعر نیمایی دراز است. او رم بود، متاسفانه پیشم نیست. سپاس. واقعا مولانا یک مدرسه بزرگی انسان شناسی و عرفان شناسی است برای کل آدمان روی دنیا. گاهی انسان در میان ایده به عرفان خسته می شود، حتی از فهماندن خسته می شوی، از گفتن خسته می شوی، از رفتن خسته می شوی. و همین من هم گاهی در این حال اگر باشم همون شعر مولانا رو به یاد میارم. رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن، ترک من خراب شبگرد مبتلا کن. برای لابی اینجا من دو جای دیگه هم مولانا را دارم در وجودم. دو جای دیگه. یکی خب بگذاریم که براتون نشون بدم، من نمیتونم بدونش. اینجا هم هست. من فکر کردم که تتو زدید. نه اینجا هم هست. اینجا هم دارم، یک جای دیگه هم هست. یکی اینجا را همیشه می داشته باشم. یکی قلب، در درون قلب. تتو زدید؟ نه، خودش در قلبم، خودش در درون قلبم. خودش است. در داخل قلبم. من فکر کردم که خالکوبی کردین. مولانا با من بدون مولانا حتی نفس کشیدن بر ما مشکل است. تشکر. گفتیم که درد شناسی میکنیم، آسیب شناسی میکنیم در مسائل ترانه هایی که امروز روی کار میآیند. من فکر میکنم رای بیرون رفت داره. رای بیرون رفت چی است که هنرمندای اصیل و واقعی دل زده نشن، منزوی نشن، اساسا رفته کنار نگیرن. مثلا یکی از اونا همین منیژه جان دولتی که شما پیشتر یاد کردین که او بسیار خواهرخوان نزدیک ما بود، که ما او را خواهرخوان چی که خواهر ما بود، ما بیشتر با هم رابطه خوب داشتیم و او مرا برادر اکا میگفت، ما او بخی مثل خواهر ما بود. او به نظر من امروز در موسیقی تاجیکستان به یک نماد مقدس هنری تبدیل شده، ولی ما میخوایم که این نماد به موزیم موسیقی تاجیکستان تعلق نگیره، از یک جای شروع کنه، دوباره بیاید در روی صحنه بیاید ایجاد کنه، بخونه. البته ای که خودش هر تصمیمی گرفته، ما به تصمیم انسان ها احترام قائل هستیم، اما ما از دید یک شنونده، یک مخاطب میگم که اگر نقش داشته باشه در هنر بسیار خوب میشه. یعنی چند ترانه برای من نوشتی؟ ترانه زیاد نوشتیم، 3 ترانه را خوانده بود. یکی یار رفته باز آمدی بیایی سلامت، یکی هم چی میشد عزیزم هر شب بنزدم کور نجیب نوابی هم خواند و یک بانو ایرانی هم خواند و بسیار بازخوانی شدن، و یکی هم
ایار دلازارم منم عاشق زارم و چند ترانه دیگه هم بود تو داری و درد من هم دارم. بسیار ترانه قشنگ. چند ترانه دیگه هم بود، چند ترانه دیگه هم بود که دیدم که با یار دیگری یار او از ذکر الله است، ترانه با منیجرم که نخوندم. باز این ترانه نفسم تنگ و قفسم تنگ. این ترانه که بود که منیجر جان ایره ما وقتی که با وحید قاسمی خواندم، استاد وحید قاسمی این ترانه را گرفت، ما باید پس اینجا میمدم. مرا یک روز تلفن کرد گفت بیا، ما باید میمدم اینجا. ما رفتم، مرا در کنار خودش در موتر شاند، تصادفاً در تورنتو باران بود، این ثبت کرده بود به خودش بود. با من شنوان من حیرت کردم، بسیار خوب جو ساخته بود. او نشر نشده بود. من اومدم تا اینجا، منیجر را دیدم، این برش دادم، این خواندم برش، گرفت. اول با وحید قاسمی دادیم بعد با منیجر. هر دوی با هم یک هفته دو هفته تفاوت ندارن، فرقی وقت دیگه یک هفته دو هفته است. منیجر او آهنگی که وحید قاسمی ساخته بود رو نشنیده بود. اما این درست است؟ با فکر شما یک ترانه رو میگیرید بعد دو کس عیب ندارد. من اصلا به وحید قاسمی هم که داده بودم به خاطر آهنگ ساختن نداده بودم، به منیجر هم که دادم به خاطر آهنگ ساختن. منیجر دیگه آهنگ نمیخواند، خوانده بودم برش، پیش داده بودم. ما پیسه در آوردید از این؟ ما تا امروز از هیچ آهنگ خودم پیسه نگرفتیم. او پول را که برای یگان هنرمندای جوانی که من میگه آهنگ، من براشون یک نرخ بسیار بالا رو میگم، به خاطر که پشت من اعلام کنن. من نه از سراجدین تال پیسه گرفتم، نه از صدرالدین گرفتیم، نه از منیجر، نه از شبنم و نام یک از هنرمندا هیچ موشمویت نکردیم. نگینه امان قلو و هنرمندی بسیار خوب است و از ما دو آهنگ تال خوانده، یکی امو دل بدل را داره و یک آهنگ دیگر هم که یک جوان که فرزند دلیر نظر است. تنها از یک آهنگ که استاد وحید قاسمی او را برای یک کس غزل سادات میگفت، از برای ساخته بودم، او را باز برای آرینا سعید داده بود، به من $300 خود وحید قاسمی روان کرد. من دیگه از هنرمندا به حساب آهنگ خودم پیسه وحید قاسمی نرنجید وقتی که این ترانه رو منیجر سرود؟ نه و او آهنگم بسیار اول وحید قاسمی سرود قفسم تنگ دلم طوفانی را یا منیجر؟ وحید قاسمی منیجر در ظرف یک هفته، یک و نیم هفته فرقشان است. این از او خبر نداشت. وحید قاسمی تنها با من شنواند، او را ثبت نکرده بود، تنها به خودش که ثبت کرده بود به من شنواند که آهنگ کرده این رقم. او را من برای آهنگ نساخته بودم، و به خاطر گفتم قصه از یک کمی طولانی است، او را به خودم ساخته بودم. او شعر نیمایی است، او تصنیف نیست. او شعر نیمایی را استاد وحید قاسمی به خود ساخت، منیجر باز برای خودش گرفت خواند، اردوش به سبک خودش زیبا خوانده. او دیگر رقم است، این دیگر رقم. آهنگی که جور شد آهنگ دوران بود، دورانی رحمتزاد، یک آهنگسازی ما. آهنگی که منیجر انتخاب کرد. بله دیدم اونجا که دوران خودش گیتار مینوازه و منیجر میخونه بدون هیچ چیز. خیلی آهنگ خوب و دردهایی را که در اون آهنگ آدم شاید همگی بتونم، من در صدای منیجر و دردهایی را حس کردم که بسیار مرا منقلب ساخت و به مو خاطر میگم برای تاجیکستان حیف است اگر منیجر و یک هنرمند دست از موسیقی بکشه. اما ثبت سالم و صحت این ترانه روی کار نآمده. نآمده است. با هم میخونیم. قفسم تنگ و دلم طوفانیست، ابرها در بدنم زندانیست، نیست چتری که پناهم باشم، آسمان بارانیست، آسمان بارانیست، آسمان بارانیست، آسمان بارانیست. چه میشد عزیزم هر شب بنزدم، آیی آیی ز غمت بسوزم، لبکت ببوسم، خواهی خواهی. چه میشد عزیزم هر شب بنزدم، آیی آیی ز غمت بسوزم، لبکت ببوسم، خواهی خواهی. میان ما و تو یک الفت بود، بهار عشق ما را فتح بود. میان ما و تو یک الفت بود، بهار عشق ما را فتح بود. چه میشد عزیزم هر شب بنزدم، آیی آیی لبمت بسوزم، لبکت ببوسم، خواهی خواهی.
خوب عجیب یه بخاطری من اینجا دعوت هارون جان، بعد از 15 سال برگشتید به شهری که خیابانهایش رو پری ترانه کردید زمانه. چی حسیات، چی نوستالژیا بیدار شد در شما؟ من همونطور که برای نخستین بار تاجیکستان آمده بودم، تاجیکستان ندیده بودم، اما بسیار دوست داشتم تاجیکستان. ما وقت 19 ساله بودم. وقتی باز تاجیکستان میایم، همون حسی که قبلا داشتم 10 برابر محبت بیشتر در من شکل گرفته. خصوصا در شرایطی که رفتم بیرون ها را هم دیدم، تجربه های عجیب هم دارم. این بار آمدنم یک دنیای دیگر برای من داد و چی بسا که با خوبی های مواجه شدم که پیشتر در آغاز برنامه هم ذکر کردم که او واقعا مرا بسیار زیاد خوش ساخت. در کنار زیبایی که شهر دوشنبه آنقدر تغییر زیبا کرده که من حتی جایی که دوجه زندگی کردیم سالا نشناختم، اینقدر تغییر زیبا کرده. حس من امو حسی است که همیشه داشتیم، امو محبت و عشقی که به تاجیکستان، به مردمش، به این صمیمیتی مردم که همیشه بوده. من به 2 هفته آمدم که 12 روزش گذشت و 2 روز دیگه باقی مانده. خیلی دیر سیراج‌الدین برای من گفت. سراج جان یک پذیرایی بسیار عجیبی کرد. اول ضیافت و کیف سفر رو به من کرده. بله. البته در رامت یک کنار دریا یک دچه بود یا ویلایی بود که در اونجا رفتیم و واقعا مادر من هم بود، خواهران من و خانم هم با فامیل آمدین؟ با کلگی اونجا رفتیم و در کنار دریا نشستیم و واقعا یک تجربه بسیار شاعرانه و رمانتیک و زیبا بود که سراج جان عزیز او را رقم زد و واقعا خوش گذشت به ما. گفتید که اصلا حرف نه رو به زبان آورده نمیتونستید، یعنی کسی چیزی که درخواست میکرد نگفتن نمیتونستید. رسوم نگفتن رو یاد گرفتید؟ مجبور، زندگی در یک مرحله شما را مجبور میسازه که این کار بکنین، به خاطر که یکی اولین نه رو برای کی گفتید؟ به خدا به جوانا. من مثلا بسیار خوش دارم که جوانا کار کنم، جوانا رو دستشان بگیرم، اما این تو شد که من اکثریت فرزندای، البته هم میدونین که آهنگ، شعر اینا فرزندای معنوی و هنری و ادبی ما هستند. اکثریت فرزندا اینا جوان نشدن، پیش از جوانی مردن. یعنی هنرمندایی که به مرحله هنرمندی نرسیده بودن، حالا خب متاسفانه در یک وقت هر آهنگ یا هر کتاب را شما چاپ میکردین باید یک ارگانی بود که را میدید، بررسی میکرد که آیا این آهنگ درست است همش که ثبت شوه، این کتاب درست است که چاپ شوه. حالا خب هر کس خودش یک رسانه است، خودش جور میکنه، خودش میسازه، خودش ثبت میکنه، خودش نشر میکنه. به اون خاطر هیچ جایی نیست که ببینه که در چی حد است. و متاسفانه اکثریت تصنیف هایی که من برای آهنگ ها میساختم گم میشد، شهید میشد، میرفت، از بین میرفت. باز من تصمیم گرفتم که اساسا به جوانا نبگویم. یا یک بار میگفتن چرا یک بار را میماندم که اونا برداشته نتونن. چند؟ مثلا میگفتم این قدر با کدام اندازه؟ مثلا میخواستیم بسیار بلند بگویم که هیچ بگوین نه و من علاقه ندارم. 5000 مثلا $1000 یگان داشتم که قبول میکرد، من تفره میرفتم. یا بعضی وقت دوستای بسیار نزدیکم تقاضا میکرد و من نمیدونم، بدل میگه که بدل گفتم. اگر قبول میکردن چی؟ $1000 با خدا بعضیاشون قبول کردن و با 1000 هیچ کس قبول نکرد و من خوشم شدم که نکردن. بعضی وقت دوستا ناگزیر میشدم. گفتم که بدل بزرگ میگفت که بدل گفتم کدامین شیوه دشوار است در عالم، نفس در خون تپید و گفت پاس آشنایی ها. ولی عموما به نتیجه نرسید، چون نمیبرامد. اگر مثلا او زحمت هایی که مثلا او تصنیف هایی که اونجا کشیده بودم سراج‌الدین وارای هنرمند میخوند، حتما برای من هم او یک افتخار بود، چون فرزند من هم هست دیگه. اگر فرزند هنری این کس است، فرزند ادبی من هست و او به غایه میرسه و بزرگ میشه. اما اونجا نمیشد دیگه. با اساسا با یک کار کردم که هنرمندای بزرگ هم که شاعر به طور عموم سرش یک نو میکشیدن، هیچ وقت یاد نمیکردن، اونا رو هم نگفتم. من نمیخوایم نامشون بگیرم، خیلی بزرگ هستن. دیدم که اونا کوشش میکنن، نه به خاطر خودم، من دیگه حالا در اون مرحله نیستم که بخوایم که مشهور شوم و شعرهای من بخونن، به خاطر اینکه که چرا یک عده مثلا آهنگساز یا شاعر نمیخواد که اقلا نامش یاد کنه و اون میخواد که
تحت شوهای خودش قرار بده بیرون او نگاهش کنه تنها خدا که همه چیز به نام خودش ختم شده. با اون اما گفتن ایده این کارو میکنن، اما میان ایرانی ها من این رو نمیبینم. ایرانی ها در همه جا اسم شاعر، اسم آهنگساز، اسم تهیه‌گر، تنظیمگر آهنگ را همیشه میگیرن. موسیقی این اشکال، این مشکل در میان تاجیک ها و افغانستانی هاست. امیجاز ها متاسفانه. به مو خاطر او ایده هم که بیشتر میخواستن که نقش آهنگساز و شاعر بسیار نادیده بگیرن و به نظرشون که نمیامد. اونا را ما گفته عزیزا یک نیک گفتم و اونا را هم همراهشون خداحافظی کردم. در تورنتو زندگی میکنید؟ بله. چی کار میکنید اونجا؟ ما از اینجا که رفتم کارهای بسیار شاقه انجام دادم و دیدم که تا آخر زندگی من کارا را کردن نمیتونم. چی کارا؟ ما مثلا در جای پیزا جور میکردن، پیزا میکردم، پیزا جور میکردم. نمیشه بدون این کارا در اونجا. و باز یک چند وقت در اوبر مثل که شما جورت تاکسی ندارین، ما اوبر درایو میکردم موتر خودم. دیدم که نمیشه این کارا تا آخر زندگی کارا را کردن نمیتونم. اثر رفتم درس خواندم، 2 سال درس مکتب خواندم و 2 سالم کالج خواندم و امتحان دادم، لیسنس گاز گرفتم. حالا یک کمپانی گاز دارم و کار میکنم، کارگر دارم که کارگرایم کار میکنم. آها. بسیار چقدر باید کار کنیم؟ اگر لیسنس گاز داشته باشین سرمایه خوب دارین. کار خوب پیدا میشه. آدمی آخرا کارم کم شده در کل دنیا. یک ذره کار شاقه است و من کار شاقه است. کاری که میکنم کل کار نمیتونم که 5-6 کارگر بگیرم. اما یک کارگرای که همراه خودم کار میکنن هستن و ما هم در کار باید که همراهشون دست یاری کنم و ما کار بیشتر و ترهیتر میگیم. اما بیلرهای کلان آب گرم است که اونا را در تحکاوی یا گفته شما پدول ها باید نصب کنیم و کونهایش بکشیم. این بردن آوردن بسیار وزمین است. ما کارا را میکنیم اما به خاطر زندگی باید کار کنیم. ما چون رسالت ادبیات داشتم در محفل تودیعی ما، خدا ببخشه اکادمیسین محمد جان شکوری و همه بودن، استاد گلرخسار در اونجا گفت تو که میری در تاجیکستان در تورنتو برو، اما تو نماینده فرهنگ ما هم هستی در اونجا. ما وقتی اونجا رفتم در اولین فرصت یک انجمن فرهنگی ادبی ایجاد کردم، پایه‌گذاری کردم، بنیانگذاری کردم، شاعران را جمع کردم و بسیار مشکلات دیدم و اون کار پیگیر بودم در اونجا. و تصادفاً پیش از همین 2 هفته پیش که جا آمدم، یعنی 3 هفته پیشتر، ما محفل 18 سالگی او کاروان داشتیم، 145مین برنامه را که در اونجا هم بخشای آموزشی داشتیم. ما هم اوزان عروض، درس عروض دادم در اونجا، هم علم بدیع، هم 4 پایه علم بیان، تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه، تقریبا 90% علم بدیع، مکتبای ادبی، دیدگاه زبانشناسا، فلسفه زبان. تقریبا 30 ویدیو امیال در تلگرام و یوتیوب و فیسبوک هست که همون درسایی که در رابطه با ادبیات زبان دمی سالهای آخر کار کردیم اونجا بوده و او کاروان شعر اونجا هم یک مکتب ادبی واره هست که این 18 ساله شد در اونجا. ممنونم، خیلی خوش آمدین. قربانتان. با دیار خودتان، با سرزمین عشق، ترانه و نواهای مرغوب. سلامت باشین، زنده باشین. ما برای سراج جان یک حرف دل ما گفته بودم، چند بار تال گفتم سراج عزیز، آل بنابر امی مشکلات زندگی و امی حرف هایی که مرا پیچیده در تورنتو هستم، اما خاک پدر ما امی تاجیکستان است، در امیجا پدر ما دفن شده و ما آخر زندگی ما هم امیجا خواد بود و امی در امیجا ما هم خاک هم شد و دمی جا آخر زندگی ما خواهد بود. با سراج گفت که من در زمینای خودم یک بغل زمین خودم برات میتم که همونجا باز خانه بساز بیاد. من از حوالیم گفتم برای شما جدا میکنم، شما به خانه کنیم. من خیال کردم که زمین اجدا میکنید برای گور کردن. نه، برای گور کردن در هر جایش گور کنین گور میشم، هیچ گپ نداره. یک خلاصه خیلی غم انگیز از برنامه امروز. من این گونه خلاصه نمیخوام، میخوام که 100 سال دیگر هارون جان زندگی بکنه در کنار ما. خوشبختی برای من این است که من یک وقتی که از اونجا بتونم خلاص شوم و بیایم و زندگی خود در همینجا ادامه بدم و تا آخر زندگی خود اینجا باشم، این رقم بهتر است. یک سرود از سرودهای جذاب و یادماندنی که این حسی کمی غم انگیز گم شود. گم بشه. خوش آمدی هارون جان عزیز. قربان شما. قربانت. این کدام ترانه است؟
بیا با هم دیگر از دل بخوانیم که قدری با همی ها را بدانیم برعکس لحظه ها خرسند باشیم که تا آخر در این دنیا نمانیم دنیا صدای درد دنیا عمری است که با ما جفا کردی با ما همیشه سردی دنیا در روز مصیبت رها کردی دنیا صدای درد دنیا عمری است که با ما جفا کردی با ما همیشه سردی دنیا در روز مصیبت رها کردی با جنگ زندگی هوشیار باشیم بیا با هم عزیز و یار باشیم پرستاری کنیم با مهربانی اگر روز یک بیمار باشیم گذشت زندگی مردی ندارد که دنیا غیر دل سردی ندارد بهاری شاخه های دل شکستن بجز سرمایه زردی ندارد دنیا صدای درد دنیا عمری است که با ما جفا کردی با ما همیشه سردی دنیا در روز مصیبت رها کردی دنیا صدای درد دنیا عمری است که با ما جفا کردی با ما همیشه سردی دنیا در روز مصیبت رها کردی سیروجیدین وقتی اخیر میبینم پایانتر میخونید نه؟ من میتونم دیاپازونم ایلی هم بخونم ای سول هم بخونم فقط صدام باریکتر زوجت میکنه خیلی صداش میبره برای همین وقتی که من دورم همون نیزه چی با ما استفاده نکنم کم استفاده کردید؟ کم استفاده کردیم من اگر حاضر فقط همین تنمز میخونم اما سیروجیدین از هر جایی که بخواند دلنشین است از پایین میانه یا رگیسترهای بالای موسیقی به هر صورت سپاس میگم با سیروجیدین برادری عزیزم که امروز یک کاری کرد که این بازدید را این همایش را این حسن تفاهم را من سالیان سال انتظار بودم ممنونم خداحافظ سلامت باشید